بله سلام علیکم. سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. به سال حق بفرمایید. حسینی هستم از ایران. بفرمایید خانم حسینی، در مورد کلیپ هایی که پخش کردیم در برنامه اگر نظری دارید بفرمایید. خب معلومه شرک واقعیه دیگه، مگه میشه چیز امکان نداره؟ مثلا خدا گفته بود یک انسان‌های معمولی بودن که مثلا دینشون پرهیزکاریشون از بقیه بالاتر بوده، چنین چیزی هم نیست مثلا 12 خدا باشه. درست. تشکر از شما خواهر گرامی، الله متعال حفظتون کنه. خب که اشهد ان لا اله الا الله رو بگم اگه میشه. الله اکبر، بفرمایید. اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله. مرگ بر منافق و مشرک. الله اکبر، الله اکبر. تشکر از شما خواهر گرامی، زنده باشید. واقعا برنامه‌تون خیلی خوبه. من خودم یک شیعه هستم، الان نزدیک 3 ساله دارم مثلا شبکه‌های کلمه نور به سال نگاه میکنم و به راه راست هدایت شدم. الله اکبر، الله اکبر. الله متعال سعادت دنیا و آخرت نصیبتون بکنه و شما رو در این را ثابت قدم بداره خواهر گرامی. همچنین شما واقعا شما رو خیلی دوست دارم و مثل برادر هستیم و دستتون از راه دور می‌بینم. سلامت باشید خواهر گرامی، خدا نگهدارتون. تشکر از شما، خدا نگهدارتون.